السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی، امروز ما در برنامه گنج رمضان پیرامون عملهای صحبت داریم که ثواب رمضان ما و شما را به یغما میبرد. عملهایی که ثواب این ماه شریف را از ما میدزدد و این عملها را دزدهای رمضان مینامند. اولین این عملها دیدن این سلسله فیلم ها یا برنامه های تلویزیونی است. این برنامه هایی که در ماه شریف رمضان به نشر می رسند، همه اینها به خاطر آن هستند که روزدار را مشوش بسازند. انسان روزدار وقتی که این برنامه ها را تماشا می کند، در قلب و چشم آن ثبت می گردد و هیچ وقت نمی تواند که در نماز خود خشوع و حضور دل داشته باشد. بسیار از دوستان ما شکایت از این میکنند که ما در نماز خواندن حضور دل نداریم. همه این اثر دیدن این سلسله فیلم ها یا که دیدن برنامه های تلویزیونی، اثر بدی آنها در انسان، در گفتار و کردار و حتی در خشوع حضور دل در نماز اثر آن باقی میماند. و از آن بدتر این تلفن دستی ما و شما است که برنامه هایی دارد که روزه ما و شما را فاسد می سازد و هر وقتی که کسی به ما و شما زنگ می زند، صحبت های ما و شما از بیهودگویی و از غیبت و نمامت و افشا کردن سر و اسرار دیگران خالی نیست. از این لحاظ این برنامه های تلویزیونی و این برنامه های تلفنی، اینها به مانند یک سلاح و کارد است که از آن می شود هم استفاده خوب برد یا اینکه استفاده بد. پس بیایید در این ماه شریف رمضان از آن استفاده خوب بکنیم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزی بر منبر بالا گشت و 3 بار آمین گفت. اصحاب کرام از او پرسیدند که ای رسول الله، چرا 3 بار آمین گفتی؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که جبرائیل علیه السلام آمد و به من گفت هر کسی که ماه شریف رمضان را دریابد و گناههای آن بخشیده نشود، بینی آن در خاک مالیده گردد. این کنایه از آن است که زیاد زیان و ضرر ببیند. بگو آمین. من گفتم که آمین. و هر کسی که نام تو در نزد او ذکر می شود و بر تو درود نمی فرستد، بینی آن بر خاک بیمالد. بگو آمین. من گفتم که آمین. و هر کسی که پدر و مادر خود را دریابد یا یکی از آنها را دریابد و داخل جنت نگردد، آن بینی آن به خاک بیمالد، یعنی که زیان و ضرر زیاد ببیند. بگو آمین. من گفتم که آمین. یعنی که اگر ما در این ماه شریف رمضان این برنامه های بیهوده، این برنامه هایی که پر از گناه است، اینها را ترک نکنیم و خدای ناخواسته این ماه شریف رمضان به آخر برسد و الله متعال ما و شما را نبخشد، گناه های ما و شما پاک نگردد، این یک زیان ضرر و خسران المبین می باشد. و دومین عملی که ثواب ماه شریف رمضان را از ما و شما می گیرد، این تعلق به خواهران ما دارد که خواهران عزیز در ماه شریف رمضان زیاد پخت و پز می کنند و از بعد نماز عصر آغاز کرده تا نماز شام پخت و پز می کنند و در حالی که این وقت اجابت دعا است. قیمت ترین وقت روزدار همین وقت است. این وقت درهای آسمان ها باز می گردد. الله متعال دعاهای ما و شما را می خواهد که بشنود. الله متعال در قرآن کریم می فرماید که وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. ستایش و تسبیح پروردگارت را بگو قبل از طلوع آفتاب که این بعد از نماز بامداد است، و قبل غروبها و پیش از غروب آفتاب که این پیش از نماز شام می باشد. این وقت اجابت دعا است. ولی خواهران عزیز ما این وقت را در پخت و پز سپری می کنند. و در حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید 3 شخص است که دعای آن رد کرده نمی شود، یعنی حتما قبول می گردد. این 3 شخص کی ها هستند؟
دعای پدر در حق پسر و دعای روزدار و دعای مسافر، این سه شخص را الله متعال دعای آنها را قبول می‌گرداند. و در دیگر حدیث آمده است که الله متعال دعای پادشاه عادل را قبول می‌گرداند، یعنی که رد نمی‌کند، و دعای روزدار را هنگام افطار قبول می‌گرداند و دعای مظلوم را وقتی که ظلم می‌شود. این حدیث های زیادی است در این مورد که بین مظلوم و بین الله متعال هیچ پرده ای وجود ندارد. پس این وقت اجابت دعا است. کوشش کنیم که در این وقت بعد از نماز عصر تا شام هر دعایی که داریم، هر نیاز و هر نیایشی که داریم در این وقت با پروردگار عالمیان بگوییم. سومین عملی که ما در این ماه شریف رمضان انجام میدهیم و تأثیر بزرگی بر ثواب این ماه دارد، این بیدار ایستادن در شب است. بیدار ایستادن در شب، از شب تا سحر دوستان ما برنامه های تلویزیونی تماشا میکنند و برنامه های تلفنی تماشا میکنند تا اینکه نماز بامداد را میخوانند. بعد از آن تا نماز پیشین خواب میکنند که نیمی روز آنها در خواب میگذرد و از خواندن قرآن و از استغفار و از خوبی های زیاد این ماه محروم میگردند. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اول شب خواب میکرد. کان ینام اول اللیل و یحیی آخره. اول شب خواب میکردند و آخر شب را عبادت میکردند و هنگامی که 10 روز اخیر آن میرسید بیشتر شب زنده داری میکردند. یعنی این بیدار ایستادن را به 10 روز اخیر ماه رمضان بمانیم که از آن در شبهای طاق با امیدی که شب لیلة القدر را دریافت کنیم در اون شبها بیدار باشیم و عبادت زیاد بکنیم و در 20 روز اول آن شبها بعد از نماز تراویح بخوابیم و آخر شب و به سحر خوراک بر وقت بخیزیم و عبادت را در آن وقت سخت‌تر بگیریم. و دیگر عملی که در ماه شریف رمضان ثواب این ماه را از ما میبرد، این ترسیدن از صدقه کردن است. بخیل بودن، تنگ دست بودن و این وسواس شیطان است که شیطان ما و شما را به کمبغلی وعده میدهد. الشیطان یعدکم الفقر. شیطان شما را وعده کمبغلی میدهد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این ماه از دیگر ماه‌ها کرده سخاوتمندتر میشدند. حتی میگویند از بادی وزان هم سخاوتمندتر بود. صالحین وقتی که کسی دری آنها را میکوبید به خاطر حاجت خوشحال میشدند و میگفتند که آن کسی که گناه‌های من را میشوید خوش آمدی. این ماه مکتب سخاوتمندی است. این ماه یگانه ماهی است که ثروتمندان درد گرسنگی را احساس میکنند و انسان‌هایی که کم بضاعت هستند این درد را سال از 12 ماه میکشند. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید لیس المؤمن الذي یشبع و جاره جائع الی جنبه. هر کسی که سیر میخوابد یا که شکم او سیر است و همسایه او گرسنه است ایمان کامل ندارد. و روزی که ما پیش الله متعال می رویم از ما می پرسد که ای بنده من چرا من از تو طلب خوراک کردم و به من خوراک ندادی؟ این بنده می گوید که ای پروردگارا چگونه من به شما خوراک ندادم؟ الله متعال به او می گوید که فلان بنده من پیش تو آمد و از تو طلب خوراک کرد و به او خوراک ندادی و اگر به او خوراک می دادی امروز ثواب و پاداش آن را نزد من میافتی. از همین لحاظ در این ماه شریف رمضان باید صدقه زیاد کرد چون که ثواب آن چند برابر زیادتر است و الله متعال از ما و شما ماه شریف رمضان را قبول بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.